فصل 15 6 شبح ترس. هنگام مطالعه این فصل پایانی کتاب درباره خود اندیشه کنید و ببینید که چند مورد از ترس‌های اشاره شده نسبت به شما اثبات می شود. قبل از آن که بتوانید از فلسفی بیان شده در این کتاب استفاده مفید بکنید، ذهن شما باید برای دریافت آن آمادگی لازم را داشته باشد. آمادگی به این کار دشوار نیست. در واقع این آمادگی با بررسی، تحلیل و درک سه دشمنی که باید با آنها برخورد کنید به دست می آید. این سه دشمن عبارتند از دودیلگی، شک و ترس. تا زمانی که این سه عنصر منفی کلاً یا جزءاً در ذهن شما باقی باشد، حس ششم نمی تواند به وظیفه های خود عمل کند. این سه با هم در ارتباط نزدیک هستند. وقتی یکی از آنها را میابیم، دو مورد دیگر نیز پیش نظر می آیند. دودیلگی نوده و نهال ترس است. هنگامی بررسی مطلب به این نکته توجه داشته باشید. شک و شبهه به شکست می انجامد و ترکیب این دو هراس تولید می کند. به همین دلیل است که این دو دشمن تا حد خطرناک هستند. اینها به آن که دقت کننده باشیم و به آن که دیده شوند شکل می گیرند و ناگهان ظاهر می شوند. باقی مانده این فصل هدفی را بیان می کند که لازم است قبل از اجرای فلسفی موردی بحث در این کتاب به آن دست یابیم. همچنین شرایطی را تحلیل می کند که سبب شده است بسیاری از مردم به فقر و تنگدستی میل داده پیدا کنند. به حقیقت اشاره دارد که باید همه طلبگاران ثروت آن را درک کنند. هدف این فصل درمان این شش ترس است. قبل از پیروزی بر دشمن باید نامش را بدانید که چه عادتهای دارد و در کجا یافت می شود. هنگام مطالعه کتاب خود را به دقت تحلیل کنید و ببینید که کدام از این ترس‌های عمومی خود را به شما پیوند ساخته‌اند. فریب عادتهای این دشمنان بزرگ را نخورید. توجه داشته باشید که اینها گاه در ذهنی نیمه هوشیار پنهان میمانند. شناسایی آنها در این شرایط دشوار است. از این دشوارتر از میان برداشتن آنهاست. 6 هراس اصلی. با 6 هراس اصلی روبرو هستیم که همه شخصان در زمان با یک یا ترکیبی از آنها روبرو می شوند. بسیار شخصان اگر از هر 6 مورد رنج نبرند خیلی خوشبخت هستند. این هراس‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: یکم ترس از فقر، دوم ترس از انتقاد، سوم ترس از بیماری، چهارم ترس از دست دادن عشق و محبت شخصان، پنجم ترس از سالهای میان سالی و نهایت ششم ترس از مرگ. دیگر ترس‌ها اهمیتی کمتری دارند و می توان آنها را تحت این 6 عنوان خلاصه کرد. ترس یک حالت ذهنی است و ذهن را می توان اداره و راهنمایی نمود. انسان قبل از احساس اندیشه می کند. در پی این بیان به مطلب مهمتری برخورد می کند، زیرا اندیشه انسان بایست به هم ارز فیزیکی خود تبدیل می شود. تکانهای فکری که به صورت اتفاقی دریافت می شوند می توانند شرایط مالی، شغلی، کسبی یا سرنوشت اجتماعی شخصان را مشخص سازند. ما در اینجا به حقیقت بسیار مهم اشاره داریم و شخصانی که نمی‌دانند و نمی‌فهمند چرا بعضی‌ها به نظر خوشبخت می‌رسند، در حالی که دیگران با توانی مانند یا آموزش و تجربه و توانایی بیشتری مغزی با سرازیربختی و فلاکت روبرو می‌شوند، شرح کافی می‌دهد. میتوان در اینجا که هر کس میتواند ذهن خود را اداره کند. هر کس میتواند تحت تأثیر تکانهای فکری و گزارش‌های مغزی دیگران قرار بگیرد. همانطوری که شخص میتواند درها را برای خود ببندد و به انتخاب خود توجه داشته باشد. طبیعت انسان را در شرایط قرار داده است که جز اندیشه همه چیز را اداره کرده تواند. این حقیقت در کنار این مهم که هرچی انسان خلق میکند به شکل یک اندیشه است، ما را به اصلی که میتوان به کمک آن به هراس غلبه یافت نزدیکتر میکند. ترس از فقر. سازش و مصالحه میان فقر و تناسایی وجود ندارد.
جاده هایی که به فقر و ثروت میبرند در دو طرفی مقابل هم کشیده شده‌اند. اگر شما طلبکار ثروت هستید، نباید شرایطی را که به فقر ختم می شود بپذیرید. توجه داشته باشید که در اینجا از واژه تناسایی و ثروت به مفهوم وسیع کلمه استفاده می کنیم که در آن توانگرهای معنوی، مالی و ذهنی را در نظر گرفته ایم. نقطه آغاز راهی که به تناسایی می برد میل و اشتیاق است. در فصل دهم درباره طرز استفاده درست از میل و اشتیاق صحبت کردیم. در بحث درباره فقر هم می توانید از راهنمایی قبلا بیان شده برای آمادگی ذهن خود برای استفاده از میل و اشتیاق استفاده کنید. بنابراین باید مشخص کنید که از فلسفه پیشنهاد شده این کتاب تا چه اندازه جذب شده. اگر پس از خواندن این فصل حاضر باشید که فقر را بپذیرید، می توانید ذهن خود را برای دریافت و پذیرش فقر آماده کنید. این تصمیم است که نمی توانید از آن خودداری کنید. اگر خواهان ثروت هستید، باید شکل، نوع و اندازه آن را مشخص سازید. شما راهی را که به تناسایی میبرد میشناسید. شما نقشه راهنمایی دارید که اگر از آن به درستی استفاده کنید، در راه سوی ثروت و تناسایی به حرکت در می آید. اگر آغاز درست نداشته باشید و یا اگر قبل از رسیدن به مقصد توقف کنید، کسی جز شما سزاوار سرزنش نیست. مسئولیت از آن شماست. برای رسیدن به ثروت باید ذهن خود را آماده کنید. توجه داشته باشید که ذهن را نمیخرند، باید آن را ایجاد کنید. خراب کننده ترین ترس ها. ترس از فقر یک حالت ذهنی است و چیز بیش از آن نیست. اما این ذهنیت می تواند راه موفقیت را بندد. این ترس ذهن محاکمه رانی را فلج می کند. تصور و تخیل را نابود می کند. تکیه به نفس را می کشد. دلگرمی و اشتیاق را از بین می برد. تشبث را نابود می کند. هدف و مقصود را شبهناک می کند. تنبلی و سرهنگاری را تشویق و دلگرمی و نیرو را از بین می برد و اداره بخشیدن را غیر ممکن می سازد. خوشی را از شخص گرفته، امکان درست اندیشی را از بین برده، مرکزانیدن تلاش را سست می سازد. دوامدهی و استواری را به نیستی برده، قدرت اراده را از بین می بردارد. ترس از فقر آرزوی اشتیاق را در شخصان می کشد. بر خاطره انسان تأثیری ناگوار گذاشته. شکست را در نبها و قسمایش به ذهن انسان دعوت می کند. این ترس عشق را می کشد. احساسات قلبی را نابود می کند و دوستی ها را از میان بر می بردارد. سببگار بیخوابی می شود و به عباره دیگر فلاکت و بدبختی را تحفه می آورد و همین اینها در شرایط اتفاق می افتد که ما در دنیای از تناسایی زندگی می کنیم. دنیایی که در آن هر چی را بخواهیم به دست می آوریم. بیشک ترس و فقر کشنده ترین ترس هاست. آن را در سری فهرستی ترسا قرار دادیم، زیرا غلبه بر آن دشوار است. تقریبا تمام حیوانات پستر از انسان تحت تأثیر غریزه هستند، اما توانایی اندیشیدن آنها محدود است. بنابراین به جان هم می افتند. اما انسانی اندیشمند جسمی هم نوعان خود را نمی خورد. به جای آن بهتر می حسابد آنها را در زمینه مالی لوچ کند. انسان از قدر در این زمینه پیشرفت کرده است که کلی قانونهای بشری را به خاطر هراس در برابر هم نوعشان تهیه کرده است. هیچ چیز به اندازه فقر انسان را رنج نمی دهد و او را تحقیر نمی کند. تنها کسانی که فقر را تجربه کرده اند معنای آن را می دانند. در این میان چه جای تعجب که انسان از فقر بهراسد. انسان از تجربه آموخته که وقت پای پول و دارایی و ثروت در میان باشد و بعضی ها نمی تواند اعتماد کند. انسان به قدر مشتاق تناسایی است که می خواهد به هر طوری که باشد آن را به دست آورد. البته سعی می کند که کسب ثروت حالت قانونی داشته باشد، اما این امکان هم وجود دارد که در صورت نیاز به ثروت به هر وسیله دست می زند. تحلیل خویشتن ممکن است نقطه های ضعف را آشکار کند که شخصان به آسانی آن را تصدیق نکنند.
این شکل امتحان برای همه کسانی که از زندگی خود چیز بیش از فقر انتظار دارند ضرورت دارد. هنگام تحلیل شرایط خود به خاطر داشته باشد که شما در آن واحد هم دادگاه و هم هیئت عدلیه هستید که دادستان و هم شکل مدافع هستید. توجه داشته باشید که شما را محاکمه می کنند. با حقیقت ها روبرو شوید. از خود بپرسید و به آن پاسخی مشخص بدهید. در پایان این امتحان درباره خود به مطلب های بیشتری پی میبرید. اگر احساس میکنید که نمی توانید در کار تحلیلی خشتن یک داوری بی‌طرف باشید، از کسی که شما را بشناسد همچون داور استفاده کنید، زیرا شما منتظری حقیقت هستید. آن را به دست آورید. مهم نیست که آن را به چه قیمت به دست می آورید. هرچند ممکن است که رسیدن به این حقیقت شما را موقتاً شرم زده کند. اگر از بسیاری شخصان بپرسید که از چی می ترسید، جواب می دهند من از چیزی نمی ترسم. این پاسخی درسته نیست، زیرا کم کسان می دانند که تحت تأثیر هراس هستند. احساس ترس به قدر عمیق است که ممکن است شخص عمر با آن زندگی کند و از حضور آن در خود آگاه نباشد. تنها یک تحلیل دلیرانه می تواند حضور این دشمنی هماهنگی را ثابت کند. وقتی چنین تحلیل می کنید، نیروی شخصیتی خود را عمیقاً بکاوید. در زیر به نشانه های ترس اشاره کردیم. نشانه های ترس از فقر: بی‌تفاوتی، خصوصیت های بی‌فرقی، نداشتن میل و آرزو، تنبلی ذهنی و جسمانی، نداشتن تشبث، تصور، تخیل، اشتیاق و خویشتن‌داری است. شک و دودیلگی: به دیگران اجازت می دهیم که بجای ما فکر کنند. نگرانی: خطرها را در دیگران می جوییم. بیش از درآمد خود میل به خرج کردن داریم. بی‌توجهی به تعیین ظاهر، رو ترش کردن از حد گذراندن در نوشیدن مشروبات سپرتی، استعمال مواد مخدر، عصبیت. احتیاط بیش از اندازه: عادتی در نظر گرفتن جنبه منفی برای همه شرایط، اندیشیدن و صحبت کردن درباره شکستی احتمالی بجای توجه به و راه‌های دستیابی به موفقیت، آگاهی از راه‌هایی که به فلاکت و مصیبت میبرند و به توجهی به یافتن برنامه‌های برای پیشگیری از شکست. در انتظار زمانی مناسب بودن برای به اجرا گذاشتن برنامه‌ها و نقطه نظرها، آنگونه که صبر کردن به عادت دائمی تبدیل می شود. توجه به شخصان شکست خورده و به توجهی به موفقیت‌ها، بدبینی و نفسی بد زدن. تنبلی و سهلگیری کاری: کارها را با فردا و پس فردا گذاشتن، بهانه آوردن پی در پی برای انجام ندادن کارها. این نشانه ناراحتی در رابطه نزدیک با احتیاطی بیش از اندازه، دودیلگی و نگرانی است. نپذیرفتن مسئولیت در جایی که امکان آن وجود دارد. تمایل به سازش و مصالحه به جای جنگیدن و مبارزه کردن. سازش با مشکلات به جای استفاده از آنها به عنوان زینه‌های ترقی انتها یابنده به پیشرفت. پرگویی کردن درباره چیزهای بی‌ارزش به جای توجه به غناوت، ثروت، رضایت و خوشبختی. برنامه ریزی درباره شکست خوردن به جای شکستن پلهای پشت سر و توجه به امکان عقب نشینی. نداشتن باوری به خود، هدفی مشخص و عزم استوار. ناتوانی در خویشتن‌داری، نداشتن تشبث، باوری، دلگرمی، آرزو و توانایی محاکمه‌رانی درست. انتظاری فقر به جای اندیشیدن درباره ثروت. همکاری و همنشینی با کسانی که فقر را پذیرفتند به جای همنشینی با کسانی که منتظری ثروتند و به آن میرسند. پول سخن میگوید. بعضی ها میپرسند چرا کتاب درباره پول نوشتم؟ چرا باید دارایی و توانگری را با معیار پول سنجید؟
بعضی‌ها باور دارند و حقی هم با آنهاست که شکل‌های دیگری از دارایی وجود دارد که از پول مهمتر است. بله، من هم تصدیق میکنم که دارایی تنها با پول و دلار محاسبه نمی شود. اما میلیون ها انسان به شما میگویند که شما پولی مورد نیازم را بدهید، من به همین خواسته هایم میرسم. سبب اصلی نگارش این کتاب این است که میلیون ها زن و مرد تحت تاثیر ترس از فقر فلج شدند. وستبرگ رگلر این ترس را به خوبی توضیح داده است. او میگوید پول فلز سکه زده شده یا کاغذ چاپ شده است. بسیاری از گنجینه‌های قلبی و روانی را نمیتوان با پول خرید. اما بسیاری کسانی که در فقر و مسکینی به سر میبرند این را نمیپذیرند. وقتی مرد نادار است و باید در خیابان‌ها سرسان باشد، وقتی بیکار است و نمیتواند شغلی را دست و پا شود، گرفتار ذهنیت است که میتوان آن را در حالت شانه‌ها، در طرز کلاهی که به سر گذاشته، در طرز راه رفتن و نگاهش دریافت. او نمیتواند در جمع توانگرانی که شغل و وظیفه و کار و مقام دارند احساس پستی نکند، هرچند بداند که آنها هیچگاه هم‌ارزی او نیستند و به اندازه او ذکاوت و فراست ندارند. ممکن است نادار مدت از دیگران قرض بگیرد، اما این قرض گرفتن اکثراً به اندازه نیست که او را راضی کند. از آن گذشته نمیتواند برای همیشه قرض بگیرد. اما کسی که برای روزگذرانی خود قرض میگیرد افسرده می شود. پول قرضی هرگز به اندازه دیگر پولها الهام بخش نیست. وقتی مرد در شرایط نامناسب به سر میبرد، وقتی شغل و کار و کسب ندارد، گاه برای یافتن کار تن به سفر میدهد. بعد جواب میگیرد که شغل را به شخص دیگری دادند. کار پیدا میکند که کسی برای آن پول نمیپردازد. باید بر اساس درصدی فروش کار کند، آن هم برای کالایی که خریدار ندارد، جز آن که کسانی به ترحم آن را بخواهند. در این شرایط درخواست شغل بار دیگر خود را در خیابان می‌یابد که نه جای برای رفتن دارد و نه کسی را می‌شناسد که به او رجوع کند. با این حساب به سرسانی ادامه می‌دهد. به پیش تخته فروشگاه‌ها و به اشیای درون آنها نگاه می‌کند که با او بیگانه‌اند. در این شرایط نسبت به کسانی که با اشتیاق و علاقه به درون مغازه می‌روند و خرید می‌کنند احساس پستی می‌کند. در ایستگاه قطار یا پویزد به راه می‌افتد. برای استراحت به کتابخانه می‌رود، اما این با یافتن شغل فرق دارد. رفتن به کتابخانه یافتن شغل نیست. با رفتن و جستجو ادامه می‌دهد. ممکن است لباس‌های پرزرق و برق یادگاری ایام گذشته را بپوشد، اما این هم برای او نان و آب نمی‌شود. او هزاران نفر دیگر را می‌بیند. او کتابدارها، دفتردارها، نویسنده‌ها، خیمیه‌دانها و دیگران را می‌بیند که کار می‌کنند و او به حال خود اندیشه می‌کند. می‌بیند که آنها کار خود را انجام می‌دهند و از انسانیت و احترام خاص برخوردارند و در این شرایط حتی به فکرش نمی‌رسد که او هم انسان خوب است. تنها پول است که این فرق را ایجاد می‌کند. با کمی پول او بار دیگر خویش از دست رفته خود را باز می‌یابد. ترس از انتقاد. خیلی ها از تنقید می‌ترسند، اما کسی به طور قطعی نمی‌گوید که نگران انتقاد است. اما واقعیت است که در بسیاری شخصان ترس از انتقاد به شکل کاملاً پیشرفته خود وجود دارد. به اعتقاد من ترس از تنقید از آن رو از طبیعت به انسان میراث رسیده است که نه تنها می‌خواهد اشیا و دارایی همه هم نوعان خود را به دست آورد، بلکه می‌خواهد خود را از تنقید همه هم نوعان خود پاک نگه دارد. بسیاری از سیاستمداران به جای آن که به خصوصیت‌های خود بپردازند، سعی دارند با تنقید کردن رقیبان خود در موقعیتی بهتر قرار بگیرند. استحصال کنندگان پوشاک از ترس از تنقید به خوبی بهره برداری کردند. هر فصل سبک و سلیقه لباس پوشیدن تغییر می‌کند، اما براستی کیست که درباره طرز و سبک لباس مردم تصمیم می‌گیرد؟ مسلماً این خریدار نیست که چنین تصمیم می‌گیرد. به جای آنها استحصال کننده در مقام تصمیم گیری است.
اما چرا طرز لباس پوشیدن را به این سرعت تغییر می‌دهند؟ جواب مسلمی دارد. آن را تغییر می‌دهند تا بتوانند لباس‌های بیشتری بفروشند. با همین دلیل استحصال کنندگان مدل اتومبیل‌های خود را همه سال تغییر می‌دهند. همه می‌خواهند اتومبیل آخرین مدل سوار شوند. تا اینجا درباره شخصانی صحبت کردیم که تحت تأثیر ترس از تنقید تن به رفتارهای مخصوص می‌دهند. اکنون اجازت بدهید رفتار انسان را وقتی این ترس بر او در رابطه‌های مهمتر تأثیر می‌گذارد شرح دهیم. مثلا به کسی توجه کنید که به سن بلوغ فکری رسیده 35 تا 40 سالگی به طور میانه. اگر بتوانید فکرهای پوشیده در پس ذهن او را بخوانید، می‌بینید که فکرهای او به طور کلی با فکرهای کسانی که چند دهه قبل از او زندگی می‌کردند فرق نمایان دارد. چرا انسان حتی در عصر روشنگری حاضر نیست باورهای خود را نسبت به افسانه و دروغ پنهان کند؟ دلیلش ترس از تنقید است. بسیاری از زنان و مردان را به این دلیل که جرأت کرده به شبه‌ها شک کنند سوزاندنی‌اند. به همین دلیل است که از تنقید می‌ترسیم که گرفتار جزاهای سنگین شویم. این موقعیت هنوز در بسیاری از کشورها وجود دارد. ترس از تنقید انسان را از این کار محروم می‌کند. قدرت تصوری او را نابود می‌کند و فردیت او آسیب می‌رساند. تکیه به خود کردن او را از بین می‌برد. به نحو و به هر راه به او آسیب می‌رساند. پدر و مادری اکثراً با انتقاد از فرزندان خود به آنها آسیب شدید می‌رسانند. همه به شکل از انتقاد می‌ترسند و بیشتر نزدیکترین کسان به ما بیش از دیگران انتقاد می‌کنند. به اعتقاد من والدینی که در ذهن فرزند خود احساس پستی می‌کارند و با انتقادهای بیجا در فرزندان خود تولید پستی می‌کنند، خطای و جنایت بزرگ صادر می‌کنند. کارفرمایانی که طبیعت انسان را می‌شناسند می‌دانند که بهترین راه استفاده از شخصان به جای تنقید پیشنهادی سازنده است. پدر و مادر هم باید در ارتباط با فرزندان خود چنین کنند. انتقاد ترس را در دل انسان می‌کارد، اما تولید عشق و محبت نمی‌کند. نشانه‌های ترس از انتقاد. این ترس نیز تقریباً به اندازه ترس از فقر عمومیت دارد و تأثیرهای آن به همان اندازه در موفقیت انسان مشکل ساز می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که ترس از تنقید تا حدود زیاد تشبث را نابود می‌کند و استفاده از قدرت تخیل را از بین می‌برد. نمونه‌های برجسته این ترس عبارتند از شرمگینی که اکثراً به شکل خجالت بودن، ترسویی در گفتگو با دیگران، در ملاقات با بیگانگان، تکان دادن دست‌ها و دیگر اندام‌های بدن و آرام نماندن تخم چشم دیده می‌شود. نداشتن تعادل و توازن. این نشانه ترس از انتقاد در ناتوانی شخص در اراده صدا، ناراحتی در حضور دیگران، بد قرار دادن بدن و حافظه بد خود را نشان می‌دهد. شخصیت، ناتوانی در تصمیم گیری و بیان عقیده به صورت قطعی، پذیرفتن دیگران به آگاهی از درست بودن آنها. گره خودکمبینی، خود را کمتر از دیگران دیدن، دست زدن به اقدام‌هایی که شخص به وسیله آن بخواهد گره و خودکمبینی خود را بپوشاند. زدن حرف‌های پرطمطراق برای تأثیر گذاشتن بر دیگران. تقلید از دیگران در لباس پوشیدن، تقلید از رفتار و گفتار دیگران، لاف زدن از موقعیت‌های خیالی. او که دارای عقده خودکمبینی می‌خواهد با احساس برتر دیدن ظاهری به خود بر گره خودکمبینی خود سرپوش بگذارد. خرج‌کنی بیهوده، رقابت با دیگران در خرج کردن به در نظر گرفتن درآمد خود، نداشتن تشبث، استفاده نکردن از فرصت‌های مناسب برای بالاروی شخصی، ترس از اظهار عقیده، بی‌اعتمادی به عقیده‌های خود، خودداری کردن از جواب گفتن به سوال‌های مسئولان، دودلگی در سخنگویی، کمبود شهرت طلبی، تنبلی جسمانی و ذهنی، اظهار وجود نکردن، تصمیم گیری ضعیف، تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن، عادت تنقید از دیگران در پشت و چاپلوسی در حضور آنها،
عادت پذیرفتن شکست، بدگمانی، بی‌دلیل نسبت به دیگران، بی‌ادبی در رفتار و گفتار. ترس از بیماری. این ترس را میتوان به میراث‌های اجتماعی و فیزیکی نسبت داد. این ترس با ترس از پیر شدن و ترس از مرگ ارتباط نزدیک دارد. در واقع بعضی‌ها به قدر نگران سلامتی خود هستند که تحت تأثیر آن بیمار میشوند. عموماً انسان از آن جهت نگران بیماری است که ترس از مرگ را در ذهن او کشتند. نگران ناتوانی پرداخت لوازمات درمان نیز سبب برای این ترس است. و تخمین یکی از دکتران مشهور 75% بیمارانی که برای درمان خود به پزشک رجوع میکنند از وهم بیماری رنج میبرند. ثابت شده است که ترس از بیماری حتی در شرایطی که کمترین دلیل برای ترس وجود ندارد، بسیاری ها نشانه های بیماری را در شخصی هراسیده ایجاد میکنند. انسان بیش از آنچه فکر میکند قدرتمند است. مغز انسان میتواند بسازد یا نابود کند. چند سال پیش در جریان آزمایش‌های سرشمار که صورت گرفت ثابت شد که شخصان را میتوان با تلقین بیمار کرد. من شخصا در این زمینه آزمایش‌هایی کردم. در جریان یک آزمایش شخصانی را انتخاب کردم و قرار شد که به هر کدام از آنها 3 نفر با فاصله از یکدیگر مراجعت کنند. نفر اول به شخص مورد آزمایش میگفت مثل این که حالت خوب نیست. در بسیاری موردها شخصی تحت آزمایش جواب میداد نه، حالم خوب است. اما واکنش او نسبت به دومین سوال کننده فرق داشت. دقیقا نمیدانم، اما مثل این که حالم آنقدرها تعریف ندارد. اما در جواب سومین سوال کننده بسیاری ها گفتند که حق با توست، حالم بسیار بد است. اگر به این حرف من شک دارید آن را در دوستان یا آشنایانتان آزمایش کنید. اما توصیه من به شما این است که در این زمینه بیش از حد پیش نروید. با توجه به نشانه‌های موجود می‌دانیم که تکان‌های فکری منفی می‌توانند شخصان را به راستی بیمار کنند. این تکان می‌تواند با تلقین از ذهن به ذهن دیگر انتقال یابد. شخصی در همین زمینه می‌گفت وقتی کسی از من حالم را می‌پرسد دلم می‌خواهد جواب او را با کوبیدن مشت بر دهانش بدهم. گاه دکتران بیماران را برای درمان به نقطه‌های دیگری می‌فرستند زیرا احساس می‌کنند که تغییر روحیه و آب و هوا برای آنها ضرورت دارد. تخم ترس از بیماری در هم وجود دارد. نگرانی، ترس، دلسردی و ناامیدی به رشد تخم ترس کمک می‌کند. ناامیدی و دلسردی در کارهای شغلی و کارهای عشقی از جمله مهمترین سبب‌های بیماری هستند. مرد جوان به اندازه تحت تأثیر شکست عشق خود قرار گرفته بود که او را در بیمارستان بستری کردند. ماه‌ها او میان مرگ و زندگی دست و پا زد. سرانجام از یک روانپزشک کمک گرفتند. روانپزشک پرستارهای او را عوض کرد و برای او پرستار بسیار زیبایی را در نظر گرفت که با او اظهار عشق میکرد. در مدت 3 هفته بیمار را از بیمارستان جواب دادند. البته هنوز ناراحت بود، اما ناراحتیش تا حدود زیاد کاهش یافته بود. بار دیگر احساس عشق داشت. شاید دانستنش برای شما جالب باشد که این بیمار و پرستار زیبایش کمی دیرتر با هم ازدواج کردند. نشانه‌های ترس از بیماری. نشانه‌های این ترس فراگیر عبارتند از خود تلقین کنی. استفاده از خود تلقین کنی و منتظری نشانه‌های بیماری‌های مختلف بودن. در اندیشه بیماری‌های خیالی فرو رفتن و صحبت کردن از آن به طریقی که گویا حقیقت دارد. با دیگران درباره عملی جراحی، حادثه و دیگر بیماری‌ها حرف زدن. پیروی پی در پی از برنامه‌های غذایی، تن دادن به فعالیت‌های جسمانی به راهنمای شخصانی دارای شرایط، از پیش خود دارو خوردن و خود را به حساب خود درمان کردن. خود بیمار پنداری، با ترتیب از بیماری حرف زدن و در اندیشه بیماری بودن و انتظار بیماری را داشتن تا حدی که به فروپاشی عصب‌ها می انجامد. باید توجه داشت که اینها نتیجه اندیشه منفی هستند و چیز جز اندیشه مثبت نمیتواند آن را درمان کند. خود بیمار پنداری اصطلاح برای بیماری‌های خیالی است. خود بیمار پنداری و شخص آسیب میزند. بیشتری بیماری‌های عصب و روانی از بیماری‌های خیالی سرچشمه میگیرند. ورزش نکردن. ترس از بیماری بسیاری‌ها در کار ورزش‌های جسمانی خلل ایجاد می‌کند و نتیجه آن بی حرکتی و در نتیجه زیاد شدن وزن است.
ترس از بیماری مقاومت بدن را کاهش می‌دهد و شرایطی مطلوب برای آشکارا شدن نوع‌های بیماری‌ها فراهم می‌سازد. ترس از بیماری بیشتر با ترس از فقر، بخصوص در مورد بیماری‌های وهمک که شخص نگران پرداخت پول دکتر و دارو و بیمارستان است، ارتباط دارد. ترسی از دست دادن معشوق. منبع اولی این هراس احتمالاً از زمان سرچشمه می‌گیرد که مردها زن‌های یکدیگر را مهر بودند یا با زن‌های دیگر رابطه برقرار می‌ساختند. حسادت در دیگر نوع‌های ناراحتی‌های روانی از ترسی به میراث رسیدی عشق و محبت دیگران پیدا می‌شود. این ترس در میان ترس‌های ششگانه از همه دردناکتر است و بیشتری فکر و ذکر شخصان را اشغال می‌کند. ترسی از دست دادن عشق و محبت احتمالاً به عصر سنگ باز می‌گردد که مردها به وسیله قوت بازو زنان را صاحبی می‌کردند. مردهای روزگار ما هم به این کار ادامه می‌دهند، اما شیوه آنها با گذشته فرق کرده است. مردهای زمان ما به جای زور سعی می‌کنند با قول دادن به خرید لباس‌های زیبا، اتومبیل‌های فسان و آخرین مدل به این کار تن بدهند که در مقایسه با استفاده از نیروی جسمانی بسیار تاثیرگذارتر است. عادتهای مردها در این زمینه شبیه عادتهای آنان در آغاز تمدن است. با این فرق که حالا مردها روش خود را به شکل دیگر ظاهر می‌کنند. بررسی‌های دقیقی به عمل آمده نشان می‌دهد که زنها بیش از مردها در معرض هراس هستند. توضیح ساده نیز دارد. زنها به تجربه آموختند که مردها طبیعتاً رابطه با زنهای مختلف را استقبال می‌کنند. نشانه‌های ترسی از دست دادن مهر و محبت. نشانه‌های بارز این ترس عبارتند از حسادت، داشتن گمان بد به دوستان و عزیزان به دلیل منطقی، تهمت زدن به همسر به هر گونه دلیل ثابت، گمان بد داشتن نسبت به همه و باور نداشتن به شخصان، عیب‌جویی، عیبیابی در دوستان، قوم‌ها، بستگان، همکاران و عزیزان به دلیل مشخص، قماربازی، قمار، دزدی، قلابی و تن دادن به کارهای خطرناک به خاطر تامین پول برای جلب محبت دیگران، خرج کردن بیش از اندازه یا زیر بار قرض رفتن به خاطر راضی کردن معشوق، بیخوابی، عصبیت، نبودن بردوامی و پایداری، ضعف اراده، خویشتن‌دار نبودن، نداشتن اعتماد به خود، بدخلقی. ترس از مرگ. برای بعضی‌ها ترس از مرگ ظالمانه ترین ترس است. علت مشخصی دارد. ترس از مرگ اکثراً میتواند از تعصبات مذهبی سرچشمه گیرد. کافران و بیدینها کمتر از شخصان متمدن از مرگ میترسند. صدها میلیون سال است که انسان از خود پرسیده است: من از کجا آمدم و به کجا میروم؟ بسیاری از مذهبیان گذشته دیگران را دعوت به کیش خود کردند. با آنها گفتند مذهب مرا بپذیرید تا کلید درهای بهشت را پس از مرگ به شما هدیه کنم. اگر به دین من ایمان نیاورید در آتش جهنم برای ابد میسوزید. اندیشه جزای ابدی دلبستگی به زندگی را از بین میبرد و خوشبختی را غیر ممکن میسازد. در حالتی که رهبری مذهبی ممکن است نتواند راه ورود به بهشت را نشان دهد، کسی که در راه دوزخ قدم برمی‌دارد احساسی چنان وحشتناک دارد که تنها اندیشیدن به آن هر گونه دلیل و منطق را فلج می‌کند و ترس از مرگ را مطرح می‌سازد. امروزها ترس از مرگ به اندازه زمانی که کالج‌ها و دانشگاه‌های بزرگ وجود نداشتند وجود ندارد. تحت تاثیر این بسیاری از زنان و مردان از وحشت ترس از مرگ نجات می‌یابند. زنان و مردان جوانی که به کالج‌ها و دانشگاه‌ها می‌روند به این سادگی تحت تاثیر آتش قرار نمی‌گیرند. با کمک علم بیولوژی، ستاره شناسی و زیست شناسی و غیر وابسته ترس‌های پیدا شده از عصر تاریک که ذهن انسان‌ها را فلج می‌کرد برطرف شده است. تمام دنیا از ماده و انرژی تشکیل شده است و با توجه به اصول فیزیکی می‌دانیم که ماده و انرژی هیچ کدام قابل تولید و نابودی نیستند. انرژی و ماده را می‌توان تبدیل کرد اما نمی‌توان آنها را از بین برد. زندگی یک نیروست. اگر نمی‌توان نیرو و ماده را نابود نمود، پس زندگی نیز قابل خراب شوی نیست. بلکه مانند دیگر نوع‌های انرژی می‌تواند دستخوش تغییر و دگرگونی گردد، اما نابود شدنی نیست. مرگ تنها یک مرحله گذرایی است. میتوان گفت که مرگ خوابی طولانی است.
خواب در آرامش است و خواب چیزی نیست که کسی از آن بترسد. این گونه میتوان فکر مرگ را از ذهن شست. نشانه های ترس از مرگ. نشانه های ترس از مرگ عبارتند از اندیشیدن درباره مرگ به جای فکر کردن درباره زندگی. این ترس بیشتر در شخصان کهنسال به چشم می‌خورد، اما گاه بسیاری از جوانان قربانی آن می‌شوند. بهترین راه درمان ترس از مرگ اشتیاق سوزان به پیروزی است. کسی که به قدر کافی از مشغولیت ذهنی برخوردار باشد، هرگز از مرگ نمی‌اندیشد. برای او زندگی جای برای نگرانی نیست. گاه ترس از مرگ با ترس از فقر در ارتباط است. در دیگر موردها ترس از مرگ از بیماری و از بین رفتن مقاومت بدن پیدا می شود. عمومی ترین سبب های ترس از مرگ عبارتند از بیماری، فقر، نداشتن کار و شغل مناسب، ناامید شدن از عشق و تعصبات مذهبی. نگرانی حالتی از ذهن است که از ترس پیدا می شود. حرکتی آرام اما ادامه دار دارد. قدم به قدم و به تدریج در ذهن انسان نفوذ می کند تا آنکه قدرت ذهن را نابود می سازد. اعتماد به خود و تشبث را از بین می برد. نگرانی شکل از ترس ادامه دار است که در اثر شک و شبهه به وجود می آید. بنابراین می توان آن را اداره نمود. ذهن بیقرار و عاجز است. شک و شبهه ذهن را بیقرار می کند. بسیاری شخصان دارای قدرت اراده نیستند که بتوانند به سادگی تصمیم بگیرند و بر آن بایستند. 6 ترس اولیه به خاطر شبهه و دودیلگی تولید نگرانی می کنند. خود را راحت کنید. ترس از مرگ را کنار بگذارید. مرگ را به عنوان یک حادثه غیر قابل پیشگیری بپذیرید. ترس از فقر را فراموش کنید. تصمیم بگیرید که به ثروت و نعمت برسید. پای خود را به گردن ترس از انتقاد فشار دهید. نگران حرفهای دیگران نباشید. مهم نیست آنها چی میکنند و چی میگویند. ترس از سالهای میان سالی را فراموش کنید. دوران پیری را به رسمیت بشناسید. دوران پیری سالهای بیماری نیستند. دوران خردمندی، زیرکی، خویشتن‌داری و درک و فهم هستند. عادت نگرانی را در خود بکشید و بدانید که زندگی ارزش نگران شدن را ندارد. با این ذهنیت به آرامش می رسید. کسی که ذهنش پر از ترس است نه تنها رفتار خوشمندانه ندارد، بلکه آن را به ذهن همه کسانی که با او نزدیک می شوند انتقال می دهد. امکانیت موفقیت آنها را از بین نبرید. کارگاه اهریمن. افزوده بر 6 ترس اولیه که بر آن اشاره کردیم، شخصان از چیز دیگری رنج می برند. این نیز خاکی حاصلخیزی است که تخمای شکست در آن به فراوانی رشد می کند. اما به قدر بدطینت است که اکثرا حضور آن را پی نمی بریم. این یکی را نمی توان به آسانی در ردیف ترس ها گذاشت. جایگاه عمیق‌تر دارد و اکثرا از 6 هراس مورد اشاره کشنده تر است. اجازه بدهید آن را آسیب پذیری در برابر نفوذ منفی بنامیم. شخصانی که ثروت زیاد جمع می کنند از خود در برابر این اهریمن حسرت می نمایند. اما شخصانی گرفتار فقر و تنگ دستی از این مهم غافل می مانند. کسانی که موفق می شوند باید خود را برای مقاومت در برابر شیطان آماده کنند. اگر شما این کتاب را به خاطر جمع ثروت می خوانید، باید خود را به دقت بررسی کنید و ببینید که آیا تحت تاثیر نفوذ منفی قرار می گیرید. با غفلت از این خودشناسی خود را از رسیدن به هدفهایتان محروم می سازید. پس از خواندن سوال‌های تهیه شده برای تحلیل خویشتن و جواب‌های خود توجه کنید و موضوع دقیق شوید. می توانید از خود با آسانی در مقابل دزدان سری عقب خود را محافظت کنید، زیرا قانون همکاری سازمان یافته را به فایده شما انجام داده است. اما غلبه بر این شیطان هفتم به مراتب دشوارتر است، زیرا در خواب و در بیداری و در هر شرایطی که در خواب غفلت باشید به سراغ شما می آید. از آن گذشته سلاحی ناعیان دارد، زیرا صرفاً یک حالت از ذهن است. این شیطان در عین حال خطرناک است، زیرا با شکل‌های مختلف تجربه درونی دارد و از طریق ذهنیت شخصی با او در تماس می شود. اکثراً به اندازه زهری کشنده است، هرچند ممکن است به سرعت خوردن زهر کسی را نکشد.
چگونه میتوان خود را از تأثیر فکرهای منفی نجات داد؟ برای نگهبانی از خود در مقابل تأثیر فکرهای منفی، خواه این فکرها زایده خود شما، خواه نتیجه فعالیت‌های شخصان منفی اطراف شما باشد، به این مهم توجه داشته باشد که شما از قدرت اراده برخوردارید. از این نیروی خود استفاده کنید تا در حصار قرار گیرید که از راه یافتن فکرهای منفی به ذهنتان نگهداری کنید. به این حقیقت توجه داشته باشد که انسان در روبروی آسیب تلقین‌هایی است که با نقطه‌های ضعف او در ارتباطند. توجه داشته باشد که ممکن است شما به حکم طبیعت خود در معرض هر یک از این 6 هراس قرار گیرید. به خاطر داشته باشد که ورود منفی اکثراً از طریق ذهن نیمه هوشیار به شما به عمل می آید. به همین دلیل تعقیب کردن آن دشوار است. کاری کنید که ذهن خود را بر روی شخصان منفی ببندید. ذهن خود را پاکسازی کنید. شیشه های داروی آن را دور بریزید. به سردی ها، دردها، جفاها و بیماری های خیالی بی‌پروا شوید. در جستجوی معاشرت و دوستی با کسانی برایید که شما را به اندیشیدن و به صلاح دید خود کار صورت دادن تشویق میکنند. بی شبهه معمول ترین نقطه ضعف همه انسان ها این عادت است که ذهن خود را در مقابل فکرهای منفی دیگران تنها میگذارند. این نقطه ضعف بسیار آسیب زننده است، زیرا بسیاری شخصان دقت نمی کنند که از این جهت ضربه می خورند. بسیاری از کسانی که آن را تصدیق می کنند آنقدر در سرکوبی این دشمن سستی می کنند که دیگر اداره آن غیر ممکن می شود و بخشی از عادت روزمره آنها می گردد. برای کمک به شخصان که از حال و روز خود با خبر شوند پرسشنامه زیر را تهیه کردم. سوالها را بخوانید و با آنها به صدای بلند پاسخ دهید به طوری که بتوانید صدای خود را بشنوید. این گونه با خود صادقانه تر رفتار میکنید. آزمون تحلیل خویشتن. آیا بیشتر از احساس بد خود شکایت میکنید؟ اگر جواب مثبت است سبب آن را شرح دهید. آیا پیوسته در دیگران عیب و ایراد پیدا میکنید؟ آیا در کارتان بسیار اشتباه میکنید؟ اگر جوابتان مثبت است دلیل را شرح دهید. آیا از روی مقصد در معاشرت با شخصان خودداری میکنید؟ اگر جواب شما مثبت است دلیل آن را شرح دهید. آیا گفته های بسیار دیگران را درک نمیکنید؟ آیا زندگی را به ارزش میدانید؟ آیا آینده را نومید کننده میبینید؟ آیا شغل و کارتان را دوست میدارید؟ اگر جواب منفی است سبب آن را شرح دهید. آیا بسیار خودخوری میکنید؟ چرا؟ آیا با شخصانی موفقتر از خود حسد میخورید؟ آیا بسیاری وقت خود را درباره شکست فکر میکنید یا درباره موفقیت؟ آیا با گذشت عمر که بر شمار روزهای عمرتان اضافه می شود اعتماد بیشتری به خود پیدا میکنید؟ آیا از هر اشتباه پند می آموزید؟ آیا به همقومان، بستگان و آشنایانتان اجازت می دهید شما را ناراحت کنند؟ آیا گاه بر فراز ابرها پرواز می کنید و زمان دیگر در قعر چاه ناامیدی هستید؟ چه کسی بیش از همه به شما اثر الهام بخش دارد؟ دلیلش چیست؟ آیا نفوذهای منفی و ناامید کننده قابل پیشگیری را برداشت می کنید؟ آیا به ظاهر خود بی توجهید؟ اگر چنین است چرا و چه زمان این اتفاق می افتد؟ آیا میدان چگونه به سرگرم کردن خود با مشکلات و ناراحتی های زندگی برخورد کنید؟ آیا به دیگران اجازت می دهید به جای شما فکر کنند؟ آیا از شستشوی درون خود خودداری می کنید تا آنکه به موجودی بد اخلاق و رنج آور عوض شده باشید؟ چه عامل‌های آزاردهنده قابل پیشگیری شما را ناراحت می کنند؟ چرا این عامل‌ها را برداشت می کنید؟ آیا از مشروبات اسپریتی، مواد مخدر یا سیگار برای آرام کردن عصب‌های خود استفاده می کنید؟ و اگر چنین است چرا از قدرت اراده خود به جای آن پرسش نمی کنید؟ آیا کسی به شما توی من می کند؟ و اگر چنین است چرا؟ آیا منظور یا هدف خاصی را در زندگی دنبال می کنید؟ این هدف چیست؟ چی برنامه برای رسیدن به آن دارید؟ آیا از 6 ترس معمولی رنج می برید؟ از کدام یکی از آنها بیشتر ناراحت هستید؟
آیا می توانید از خود در مقابل فکرهای منفی دیگران نگهبانی کنید؟ آیا از روش خود تلقین کنی به مقصد استفاده می کنید تا به شما ذهنیتی مثبت بخشد؟ برای شما کدام از این دو مورد ارزش بیشتر دارد؟ دارایی یا اداره فکرها؟ آیا به سادگی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرید؟ آیا دیگران بیشتر از داوری خودتان شما را بر شما تاثیر دارند؟ آیا امروز مطلب با ارزش به دانش خود افزوده؟ آیا با شرایط روبرو هستید که شما را ناخشنود سازد؟ آیا همه اشتباهات و شکستهای خود را تحلیل می کنید و سعی دارید از آنها به فایده خود استفاده کنید و یا برعکس این مهم را وظیفه خود نمی دانید؟ آیا از تجربه های روزانه خود درس می آموزید که شما را در موفقیت های شخصیتان کمک کند؟ آیا حضور شما به دیگران تأثیری منفی دارد؟ از چه چیزی دیگران بیش از بقیه ناراحت می شوید؟ آیا اظهار نظر می کنید یا اجازت می دهید که تحت تأثیر دیگران قرار گیرید؟ آیا چنان ذهنیت برای خود ایجاد کرده اید که بتوانید در مقابل همه تأثیرهای منفی مقاومت کنید؟ آیا کسب شما به شما امید و ایمان و الهام می بخشد؟ آیا ذهن شما آنقدر قوی هست که بتواند خود را از همین نوعهای ترس ها نگهداری کرده باشد؟ آیا مذهب شما به شما کمک می کند که ذهنیتی مثبت داشته باشد؟ آیا احساس می کنید باید در نگرانی های دیگران شریک شوید و اگر چنین است چرا؟ اگر باور دارید که باز با باز همجنس با همجنس کند پرواز، از معاشرت با دوستانی که تاکنون داشته چی درس می آموزید؟ چی علاقمندی میان کسانی که با آنها بیشتر معاشرت می کنید و ناخشنودی هایی که تجربه کرده اید برقرار کرده می دانید؟ آیا ممکن است برخی از کسانی را که آنها را دوست می پندارید به دلیل ذهنیت منفی خود بزرگترین دشمن شما باشند؟ چگونه باوری می کنید که دوستی شما به شما فایده یا آسیب می رساند؟ آیا دوستان صمیمی شما از جهت ذهنی از شما برترند یا پستر؟ چه مدت از 24 ساعت را به موردهای زیر اختصاص می دهید؟ یکم کار، دوم خواب، سوم استراحت، چهارم به دست آوردن دانش‌های مفید، پنجم وقت گذرانی. از میان آشنایان شما چه کسی بیشتر شما را تشویق می کند؟ شما را به احتیاط دعوت می کند؟ شما را دلسرد می کند؟ بزرگترین نگرانی شما چیست؟ چرا آن را برداشت می کنید؟ وقتی دیگران به شما توصیه می کنند و پند و اندرز می دهند، آیا آن را به چون و چرا می پذیرید یا به جای آن انگیزی آنها را تحلیل می کنید؟ بزرگترین آرزوی شما چیست؟ آیا قصد دارید به آن برسید؟ آیا حاضرید همه آرزوها و عمل خود را فدای این یکی کنید؟ چه فرصت از روز را صرف رسیدن به آن می کنید؟ آیا در عقیده بسیار تغییر می خورید و اگر چنین است چرا؟ آیا معمولاً کاری را که آغاز می کنید تمام می کنید؟ آیا به سادگی تحت تاثیر فکرها یا گفته های دیگران نسبت به خود قرار می گیرید؟ آیا به خاطر موقعیت اجتماعی یا مالی دیگران به آنها بها می دهید؟ به نظر شما مهمترین و بزرگترین موجود زنده کیست؟ به چه لحاظ از شما برتری دارد؟ چه زمانی را صرف مطالعه و پاسخ به این سوال ها کرده اید؟ برای تحلیل و پاسخ به این فهرست دست کم 1 روز وقت لازم است. اگر با درستی و صداقت به این سوال پاسخ دهید، بیش از بسیاری دیگران درباره خود آگاهی دارید. این سوال ها را با دقت بخوانید و چند ماه هفته 1 بار آنها را از نو برگردان کنید. البته از این کار فایده کلان نسبت نصیب خواهد بود. اگر نسبت به بعضی از پاسخهای خود شک دارید، با کسانی که شما را به خوبی میشناسند مشورت کنید. به خصوص با کسانی مشورت کنید که در ارتباط با شما قصد چاپلوسی نداشته باشند. خود را از دریچه چشم آنها ببینید. این نیز تجربه جالب است. چیزی که بر آن اداره مطلق دارد. شما نسبت به هر چیز بجز یک مورد اداره مطلق دارد و آن یک مورد اندیشه شماست. این مهمترین و الهام بخشترین حقیقت هایی است که انسان از آن خبر دارد.
با کمک این علم و آگاهی می توانید سرنوشت خود را رقم بزنید. اگر نتوانید ذهن خود را اداره کنید، ممکن است فکر کنید که چیزهای دیگر را نمی توانید اداره کنید. ذهن شما جایگاه معنوی شماست. از آن به دقت نگهبانی کنید. شما برای رسیدن به این مهم از قدرت اراده برخوردارید. متاسفانه این امکان وجود ندارد که بتوان به شکل قانونی بر ضد کسانی که از روی علم یا نادانی ذهن‌های دیگران را به حرف‌های منفی زهرآلود می‌کنند اقدام صورت داد. و این در حالی است که باید بتوان تاثیرگذار منفی را به شدت جزا داد. زیرا انسان را از اندوختن دارایی‌هایی که از جهت قانونی به داشتن آن اجازه دارد محروم می‌سازد. بسیاری از کسان که ذهنیت منفی داشتند سعی کردند توماس ادیسون را باور کنانند که برای ثبت و پخش صدای انسان نمی‌تواند کار صورت دهد. دلیل آنها این بود که کسی تا کنون تن به چنین کاری نداده است. ادیسون حرف آنها را نپذیرفت. او می‌دانست که ذهن انسان هر چی را بتواند تصور و باور کند می‌تواند آن را تولید نماید. همین باور بود که ادیسون کبیر را در ردیف بالاتر از دیگران قرار داد. شخصان با ذهنیت منفی به وولوارد میگفتند اگر بخواد فروشگاه‌های خود را با فروش‌های 5 یا 10 سنتی اداره کند شکست می‌خورد. او می‌دانست که می‌تواند هر کاری منطقی را انجام دهد. او باور داشت که برای رسیدن به هدف باید برنامه و امکان کافی داشته باشد. او با بی‌پروایی و با سخنان منفی دیگران توانست بیش از 100 میلیون دلار ثروت جمع کند. وقتی گندی فورد مقصد گذاشت که اتومبیل بسازد، بعضی‌ها بر این باور بودند که این کار او هرگز عملی نمی‌شود. جمع دیگر می‌گفتند کسی حاضر نیست برای خرید چنین دستگاه پول بپردازد، اما فورد می‌گفت من زمین را پر از اتومبیل می‌کنم و این کار را کرد. توجه داشته باشید که فرق میان گندی فورد و دیگر کارگران این بود که فورد ذهنی داشت و آن را اداره می‌کرد. دیگران ذهن دارند اما نمی‌توانند آن را اداره کنند. اداره ذهن نتیجه نظم و ترتیب و عادت است. یا شما ذهن خود را اداره می‌کنید یا در غیر این صورت اداره خود را به دست آن می‌دهید. راه سازش وجود ندارد. مفیدترین روش عملی برای اداره ذهن این است که آن را با هدفی مشخص و با برنامه معین سرگرم کنید. زندگی همه کسانی موفق را بررسی کنید و ببینید که آنها ذهن خود را اداره کردند و از آن برای دستیابی به هدفهای شخصی استفاده نمودند. به این اداره موفقیت امکان پذیر نیست. 55 عذر و بهانه مشهور. شخصان موفق از ویژگی مشترک برخوردارند. آنها همه دلایل ناکامی خود را می‌دانند و برای موفق نشدن خود بهانه سازی می‌کنند. بعضی از این بهانه سازی ها به نظر درست می‌رسند و گروه دیگران نیز می‌توان به کمک رقم‌ها و آمار و مانندها باور کرد. اما از عذر و بهانه برای دستیابی به پول نمی‌توان استفاده نمود. سوال مهم این است که آیا به موفقیت رسیده اید؟ یکی از تحلیلگرانی که در مورد شخصیت انسان‌ها بررسی کرده است، فهرست درباره معمول‌ترین عذر و بهانه تهیه نموده است. وقتی این فهرست را می‌خوانید خود را دقیقاً بررسی کنید و ببینید که چند مورد از این بهانه‌سازی‌ها در مورد شما صدق می‌کند. در عین حال به خاطر داشته باشید که فلسفی بیان شده در این کتاب خطی بطلان بر همه این بهانه‌سازی‌ها می‌کشد. اگر من همسر و خانواده می‌داشتم، اگر به قدری کافی طرفداری می‌داشتم، اگر پول می‌داشتم، اگر آموزش خوب دیده بودم، اگر می‌توانستم کاری پیدا کنم، اگر سالم می‌بودم، اگر فقط وقت می‌داشتم، اگر شرایط بهتری می‌بود، اگر دیگران مرا درک می‌کردند، اگر موقعیت مکانی و زمانی من دیگر می‌بود، اگر می‌توانستم زندگیم را از نو اداره کنم، اگر از حرف دیگران نمی‌ترسیدم، اگر به من امکانیت می‌دادند، اگر حالا امکانیتی می‌داشتم، اگر دیگران می‌گذاشتند، اگر برایم اتفاقی نمی‌افتید، اگر جوانتر می‌بودم، اگر می‌توانستم کاری که می‌خواهم انجام دهم، اگر ثروتمند به دنیا می‌آمدم، اگر می‌توانستم شخصانی مناسب پیدا کنم، اگر استعداد بعضی‌ها را می‌داشتم، اگر جرأت اظهار وجود پیدا می‌کردم،
اگر از فرصتهای گذشته استفاده می کردم، اگر دیگران عصبهایم را خراب نمی کردن، اگر مجبور نبودم خانه‌داری کنم، اگر می توانستم پول پسنداز کنم، اگر رئیسم را تشویق می کرد، اگر کسی را می داشتم که بر من کمک کند، اگر خانواده مرا درک می کردند، اگر در شهری بزرگتر زندگی می کردم، اگر می توانستم آغاز کنم، اگر آزادی عمل می داشتم، اگر شخصیتی بعضی ها را می داشتم، اگر تا این اندازه فربه نمی بودم، اگر به ایستادهایم پی می بردند، اگر می توانستم کمک بگیرم، اگر می توانستم از شر قرض خلاص شوم، اگر شکست نمی خوردم، اگر می دانستم چگونه، اگر همه با من مخالفت نمی کردند، اگر تا این اندازه نگرانی نداشتم، اگر می توانستم با شخص مناسب ازدواج کنم، اگر دیگران تا این اندازه کنفهم نمی بودند، اگر خانوادم تا این اندازه ویل خرج نمی بودند، اگر از خودم خاطر جمع می بودم، اگر امکانات بد نمی داشتم، اگر ستاره اقبال بهتری می داشتم، اگر قرار نبود دستی تقدیر زندگی مرا مشخص کند، اگر مجبور نمی بودم این قدر کار کنم، اگر پولم را از دست نمی دادم، اگر جای دیگری زندگی می کردم، اگر گذشته ای نمی داشتم، اگر برای خودم کار می کردم، اگر دیگران به حرف من گوش می دادن، اگر که این بزرگترین همه اگر هاست، اگر شجاعت آن را می داشتم که خود را آنطور که خواستم ببینم، می فهمیدم چه مشکلی های در من هست و آن را اصلاح می کردم. در این صورت احتمالاً فرصت داشتم که از اشتباهات خود درس بیاموزم و از تجربه دیگران پند بگیرم، زیرا می دانم که مشکلی های در من هست. می دانستم که اگر نقطه های ضعف خود را بیشتر تحلیل می کردم و از عذر و بهانه برای سرپوش گذاشتن بر آنها کمتر استفاده می نمودم، موفق‌تر می شدم. عذر و بهانه آوردن و شکست را درست حسابیدن اقدام بسیار فراگیر است. شاید بتوان گفت که این عادت از ابتدای آفرینش انسان وجود داشته و عامل تباه کننده موفقیت است. چرا شخصان به این گونه شرح دادن میل می کنند؟ جواب مسلمی دارد. آنها از عذر و بهانه خود دفاع می کنند، زیرا خود آفرنده آنها هستند. عذر و بهانه های شخصان زاده تصورات و تخیلات آنهاست و انسان به حکم طبیعت خود از فرزندی زائده مغز خود حمایت می کند. خود سفید کنی و بهانه سازی عادتی ریشه دار است. شکست عادت نیز کاری ساده نیست، به خصوص اگر سفید کنی برای کاری که می کنیم وجود داشته باشد. افلاطون به این حقیقت واقف بود. او می گفت نخستین و بهترین پیروزی بر خویشتن است، اما تحت فرمان این خویشتن قرار گرفتن بسیار مصیبت آمیز و سبب‌های شرمندگی است. فیلسوف دیگری در این زمینه میگوید برایم عجیب بود که فهمیدم بسیاری زشتی‌هایی که در دیگران میبینم بازتاب طبیعت خودی من بوده است. آلبرت هیوبارد میگفت برای من همیشه عجیب و اسرارآمیز بوده است که چرا شخصان بر قصد این همه وقتی خود را صرف می کنند تا بهانه برای نقطه ضعف‌های خود بیابند. اگر این وقت را صرف کار دیگری می کردند، می توانستند ضعف‌های خود را برطرف کنند. در این صورت به بهانه سازی و خود سفید کنی نیاز نبود. ممکن است پیشتر بهانه‌های منطقی داشتید که سبب موفق نشدن خود را اساسناک جلوه دهید، اما این گونه شرح و خود سفید کنید در حال حاضر بی‌معنا و غیر قابل قبول است، زیرا در حال حاضر شاه کلید در اختیار دارید که می تواند درهای تناسایی را برای شما بگشاید. این شاه کلید ناعیان است و با این حال قدرت عجیب دارد. اشاره من به توانایی شما در آفریدن اشتیاق سوزان برای رسیدن به ثروت و تناسایی شخصی است. استفاده از این کلید هیچ گونه جریمه به دنبال ندارد، اما اگر از این کلید استفاده نکنید باید توان شکست را بپردازید. اما اگر از این کلید به درستی استفاده کنید به شما فایده ها می رساند. پاداشی که می گیرید به زحمت و تلاش می ارزد. آیا آماده شده که آغاز کنید؟ امیدوارم مطالعه این کتاب شما را به هدفی که منتظر آن هستید برساند. پایان کتابی بیاندیشید و ثروتمند شوید از ناپلیون هیل
در پیشنهاد مرکزی خرد بشنیدید. سلامت باشید.